مزه شو بو اهل دین. رستم عظیمی با کدام سرایندگان دوئت خوانده است؟ با موین که راستی با صدرالدین نجم‌الدین یاد دارم. پرودوسر گروه شما کیست؟ اظهار محبت میکنم. باز فهمیدم که خیلی پختچینی خوب هم بوده در جوانیت. بله، من از درد و از رنج ها و از مشقت هایی که هر یک غریب بکشد با خبر است. مزه شو بو اهل دین. سلام خود را به شما میرسانیم از شهر باستانی خوجند. مزه شو با اهل دین است و مهمان نوبتی برنامه ماست رستم عظیمی. رستم جان خوش آمدید به برنامه ما. سلامت باشید، تشکر زیاد برای دعوت. سلامت باشید. ما امیدواریم که امروز یک خوراک غیر عادی خوجندی را می‌بینیم و مخلصان خواهش کردن که رستم عظیمی یگان خوراکی با لذت آماده کند. البته با جانم ما نیت کردیم که امروز چی بگم، نه بلکه خوجنده است، عموما تاجیکی است، خامشوربا است. در خوجند قرار داریم نامش رو خامشوربای خوجندی میگذاریم. بگذار حرکت میکنیم، چیزی خوبی با لذت پیشکش کردیم. من شرطی برنامه رو به شما میفهمونم. وقت در حالتی که شما آماده خوراک هستید من به شما سوالهای خود را پیشنهاد میکنم و همان سوالی که به شما پسند ناآمد شما میتوانید که با همان سوال من جواب نگردانید. شروع کردید. مرحمت. رستم جان، خوراک شما رو از چیز آغاز میکنیم؟ در دیگ آب میگذاریم و از گوشت آغاز میکنیم. تا اندمی که گوشت آماده میشه ما دیگر سبزیجات رو آماده کرده میستیم. مرحمت. رفتیم بر از دیگ. مرحمت رستم جان. بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز میکنیم از گوشت. شما در خانه خودتون خوراک آماده میکنید؟ در خانه نه، البته مادر هستن، خواهرها هستن، لیکن در دورهای دانشجویی من در وقتی که پخت‌چینی میکردیم من آشپزی دانشجو استودنت بودم. شما پخت‌چین هم بودید؟ دورهای دانشجویی. البته اکنون آب رو چی میکنیم؟ آب می‌ریزیم. در اول کمتر نمک میگذاریم با در رفتی جوشیدن آب. اینک رستم جان ما گوشت رو به دیگ داخل کردیم، آب رو هم داخل کردیم. اکنون باز چی کار میکنیم؟ ما از پی آماده نمودن سبزیجات ها میشویم. مرحمت. تیار میکنیم. مرحمت. رستم جان من یک سوال داشتم به شما. سوال نخستی من این است که رستم عظیمی چند سال است که در جاده صنعت است؟ خیلی جوان هستیم. ما از سال 2017 اولین قدم های خود رو گذاشتیم و در همون سال اولین برنامه کنسری خود رو در شهر خوجند گذاشتیم. 4 سال می شود. 4 سال می شود. 14 می سال آماده سال 2021 دست 4 سال می شود. 4 سال میشه شما در روی صحنه هستید و میسرید. و یک چیز که پرسیدم که شما با کدام شاعران و نویسندگان تاجیکستان همکاری دارید؟ همکاری در اول من از اشعار استادان گذشته کلاسیک تاجیک بسیار استفاده می‌بردم و با یکی از شاعران جوان سینای اولی کار آغاز کردم در سال 2017 و تا اینجوری هم همکاری کردیم با استاد اوزرخش، با اکای ارزو، بسیار ارزو ایسایف. البته ارزو ایسایف، با ارزو ایسایف همکاری آغاز کردیم و استاد اوزرخش و سینای اولی بسیار همکاری زیاد داریم. قلم کدام از همین نامبر کرده شاعرهایی که شما کار میکنید، قلم کدامش به شما نزدیکتر است که شما حس میکنید که همین از من است؟ هم سینای اولی هم استاد اوزرخش چیزی که تا امروز پیشنهاد ما کردن ما سراییدیم. از درد دل ما بود، نزدیکتر بود. جدا کردن نمیشد البته. بله، من همین خواستم بفهمم برای که بسیاری سرایندگان میگن که من نمیدونم، میگن به همین خاطر همین رو من پرسیدم. بدونید هست شعرهایی که استاد اوزرخش پیشنهاد کردن که هست لحظه‌ای که نه اونقدر به دل نزدیک میشه و در همون حالتی که مثال آهنگ رو ایجاد میکنی هم متنی که استاد پیشنهاد کردن
дар он қолиби он матн چسبیش надорад, шояд аз ҷиҳати сахт адабӣ буданаш шояд чӣ бошад, вале бо устод менишинем, ҳамкорӣ мекунем, як чизи хуб бо ҳам месозем. То имрӯз ягон камутие набуд. Барои ман ҳам устод Озарахш, ҳам Синои Аббали шоири ҷавон корашон писанд аст. من بسیار در رسانه های یوتیوب میبینم، در فیسبوک زیاد میبینم رستم عظیمی رو که کلیپ های ثبت میکردگی رستم عظیمی با کلیپ های دیگر سرایندگانی که در تاجیکستان ما مثال میگم نامدار مشهورند تماما تیمانند نیست. به خاطر چی من گپ رو میگم که کلیپ های رستم عظیمی رو میبینم زیادتر و چه بگم با اروپا زیاد مانند است، اروپایی بد است. همه رو پرزنی بودم که شما کلیپ های خود رو در کجا ثبت میکنید؟ با کدام کلیپ سازها کار میکنید؟ ما اولین کلیپرانای خود رو که سال 2017 بود ما با رف پروداکشن تاجیکستان در دوشنبه بچه‌ای که فعالیت میبرند. دومینش ما همکاری زیش با اکمل واسیدی دیسیدی فیلمز همکاری داریم. شاید نظری نگاهی من به صنعت چنین باشد و کلیپ ها باشد شاید اروپایی که ما حرکت میکردیم که از تاجیکستان چیزی در خود داخلی تاجیکستان چیزی خوب براریم که بله با اروپا مانند باشد، شاید یک چیزی نگونی کرده توانیم برای مردم. و از سخنان شما خیلی شاد شدم که دیگر نمود قبول میکنید چیز کارهای ما رو. بله خوب است، لیکن من میخواستم بپرسم که آیا در نقشه یا نمیدونم در دیل باشد یکم کلیپ جدیدی ملی هست یا نیست؟ ملی باشد که با همه اتریبوت که به زبان تاجیکی چی میشه همون لباس پوشی و سیما و مثلا میگم ابرازهای تاجیکی. نه حالا چون فکر نکردم یکم بار در این باره و البته از عهده این کارم برآمدم. ممکن است اینجا وطنی ما از اینجا وطنی چکن و اطلس و خدر زیبایی است باید کرد، لیکن راستی در نقشه نداریم. در نقشه در سال 2021 تماما دیگر نقشه ها هستم. برای همین در آینده فکر شما رو میگیرم البته استفاده میکنم. رستم جان با فکرم که همین نخود به حد دیر میپزد همین بیا در اول داخل کنیم. البته برای چی رفتیم. از اینجا برمیاد که شما در همون دوران دانشجوییتون خوراک رو خوب آماده میکرده اید. من بسیار آش پلاوی تاجیکی رو بسیار خوب تیار میکنم. بعد برای دانشجویان میدونید چی از همه در اون دوران مود بود؟ کارتوشکا بیریون. نه اخی کارتوشکا قیمت بود. پریلوفکا میگن چی میگن؟ پریلوفکا؟ آش جواری بود. قریب هر روز آش جواری بود در وقت رستم عظیمی در شهر نواحی ولایت سوخ به حد زیاد کنسرت ها و چهاربینی ها و اشتراک میکنند. چرا در شهر دوشنبه و دیگر ناحیه های جمهوری ما کنسرت یا چهاربینی ها شما را دیدن نمی شود؟ از همه اساس نقشه ما بود که ما بار قانع کنیم خود ولایت سوخ رو ما توانیم، چون که ما اهل گروه من رستم عظیمی خود رستم عظیمی نیست، ما 7 نفر هستیم اهل گروه هست. ما چیزی که میکنیم خود میکنیم، چی موسیقی که آماده میسازیم از خودمون است. بسیار خواستیم که یک زینه‌پایه خود رو ساخته باشیم اول مستحکم شیم، بعدن برای دوشنبه رفتن باید که باز بزرگتر کار کرد. مثلا روی یکی کار کرده چیزای چه گویم میتونم روی یکی کار نکنیم، از دل و جان مهنت کنیم، حلال مهنت کنیم و خواستیم که یک بار قانع کرده توانیم ولایت سوخ رو. بعدن نصیب نیت داریم که در این سال 2021 در آغاز سال 2022 با برنامه کنسرتی به شهر دوشنبه هم بیاییم و خدا نصیب کند اگر شما دیگر مشکلی نشود من خدا اگر خواهد میرویم به دوشنبه ان شاء الله. رستم عظیمی با کدام سرایندگان دوئت خوانده است؟ با یگان سراینده. با کدام سراینده دوئت خواندن میخواهید؟ خود در نقشه نداریم. میخواستید در دل هر یک سراینده یک آرزو هست که من با همون سراینده یک دوئت خوانم؟ با یکی از بهترین گویم برای من همچون استاد است و با موین از امریکا از ایران بسیار میخواستم که سرایم. از سراینده های تاجیک چی؟ همشون رو قدر میکنم، حرمت میکنم، لیکن راستی با صدرالدین نجمیدی یاد دارم خود. رستم عظیمی با کدام سراینده ها میخواستید که دوئت کنید؟ با یکی از بهترین سرایندگان فارزبان موین بسیار میخواستم که با هم خونیم. از سراینده های تاجیک چی؟ از سرایندگان تاجیک قریب همشون رو البته قدر میکنم، حرمت میکنم، با صدرالدین نجمیدی.
میخواستم که هم صحبت شدگی هستیم نصیب باشد البته. میخواستم که بدونم که رستم عظیمی گروه شما چی نام دارد؟ رستم عظیمی گروه رستم عظیمی ار گروپ. ار اگروپ. شما با کدام پرودوسر همکاری دارید؟ پرودوسر گروه شما کیست؟ پرودوسر گروه من یکی از دادر عزیزم و کامیارجان عزیزов که کارهای ما رو پیش میبرد و عموما همه پیشروی که ما میکنیم عموما آمادگی کارهای ما از با یاردم همین دادر عزیز. من میدونم که شما سرودهای زیاد دارید، کلیپ‌های زیاد دارید و فرستری بودم که در همین 4 سالی فعالیتی که شما میکنید نصیب باشد 5 سالی رفت است شما را کدام سرودتان مشهور و نامدار کرد؟ من چون این سال خیلی بسیار میشود که جواب دادن خیلی مشکل است چون که اولین ترانه‌ای که شاید معرفی کردیم خطا نمیکنیم پسند مردم گشت ترانه نوسازا بود و دومین ترانه این به فکر من یا به نظر این مردم ترانه کاغذ و قلم شما را نامدار کرد. شاید هم ترانه در سامانه‌های فیسبوکی زیاد می‌بینم که با شما اظهار محبت میکنن. همین را شما چه قبول میکنید؟ همچون مخلص یا همچون نمیدونم فنت‌ها یا که هر کس هر کی قبول میکنه، شما چه قبول میکنید؟ من برای من کسی که مینویسد یک نقطه هم مینویسد خو اظهار محبت باشد خود تمنیات باشد نسبت فعالیت کارهای من برای من فخر است، برای من یک دولت است و خیلی مینویسند محبت برای من همچون خواهرانه قبول میکنم همچون دوستانه قبول میکنم نمیتونم دیگه قبول کردم. رستم جان من چی می‌خواستم پمیدورها همین خیلی با داخلش رو میروم. البته برای آب نشدن پمیدور چون که ما شوربه است بسیار میجوشد برای مزهش رو دودن بسیار کلانتر کنیم خوب میشود. رستم جان می‌خواستم بفهمم که بغیر از سرایندگی باز چی هنر داری؟ باز فهمیدم که خیلی پختچینی خوب هم بوده در جوانیت. نه پختچینی خوب نبودم مرا از همین سبب پاور کردن و آشپز کردن در پخته من راستی بس این سال نگاه نکرده خیلی تاریخی دراز دارم نسبت هنرهایم. من امارات ساخته میتوانم. ساختمان چی؟ از رویدش میبرایم. این اولین کسبی که ما آموختگی هستم در حیات زندگی مجبور کردگی است از 17 سالگی هم تا 24 سالگی من در فدراسیون روسیه بودم. قریب 6 سال همچون استاد کار کردم. خونه امارات ساختم. زیاده از 6 اماراتی از همون زینپویت تا از اینجا بالورش تو دیگرش خودم ساختم. از اینجا معلوم میآید که همون مهاجرانی که برنامه ما رو میبینن از درد آنها از مهنت آنها از نزدیک شناسی. بله من از درد و از رنج ها و از مشقت هایی که هر یک غریب بکشد با خبر هستم. من قریب که 8 سال در غریبی فعالیت بردگی هستم کار کردگی هستم. از همون اولین روزهایی که رفتم تا آخرین روزی که من در آنجا بودم یگان روزی نبود که البته میخندی خرسندی میکردی لیکن غریب کی است غریبی است در یاد وطن. البته وطن است کنار مادر کنار همین باد و هوای وطن دیگر هم تماما دیگر است. من از درد تمام غریبانی که در غریبی هستند جوانان اون مردان پدران اون مادرانی که هستند البته با خبر هستند. رستم جان بیا با خوبش تو پیاز آماده شدن سبزی رو داخلی کنیم باید. خب رفتیم البته فکری عالی. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سبزی که عصبی سخت بودنش تیسر داخل میکنیم که آماده شدن گیرد. نشانی آن کنید اوه شت. ما از پی دیگر چی میشویم؟ رفتیم. رستم جان یک سوال غیر عادی دارم برایت شاید که نمیدونم خنده آور باشد نمیدونم که باشد. یگان بار از هنرت از سراینده بودنت از نامدار بودنت از در ولایت میشناسن گفته سوء استفاده کرده ای؟ یگان بار شرم میکنم باور کنید. میخواستم بپرسم که در پایتخت کنسرت برپا کردنی هستی یا نه؟ البته چون که در پیش گفتم یا خودت تا تنها نمیدونم یا با یگام سراینده دیگر کنسرت البته خدا اول و آخر خداوند. من گفتم ما در خوجند علاقه میدونید در خوجند یک چیز مود است که سراینده که از 2 3 4 بس زیاد برنامه کنسرتی میگذارد
در خوجند موفق است. برای ما از درگاه خداوند هزاران بار شکر میگویم که ما سال اخیران برنامه کنسرتی گذاشتیم پیش از پاندمی که اومد. ما توانستیم که زیاده از 3 بس برنامه کنسرتی در یکی از پرشکوه‌ترین مکان‌های شهر خوجند برگزار کرده باشیم و توانستیم که مخلصان رو به رقص و به وزارت برنامه کنسرتی خوب رو پیشکش کرده توانست باشیم. رستم جان، من یک سوال دو سوال دارم که هنرمندان از جواب دادنش میگریزن. خب و بسیار نمیدونم چرا و یا گمان میبرند که من نمیفهم که اونها ما رو دروغ میکنن، لیکن من میفهمم. انا یگان بار شده است که در صحنه برآمدی، میکروفون در دستت، تالار پر از تماشابین است، سرود آغاز شد، اعلان کردن رستم عظیمی برآمد و همین یک نیم دقیقه سرود رفت است که پروگرامش ما خاموش میشود. شدگی هست. و خودتون رو در همون حالت خیلی حس میکنید. میگویم سنه اخیران لحظه که در خاطرم هست سنه 28 مارس بود، ایدی مادران بود. من در شهر خوجند برآمده داشتم، در یک نزد رئیس شهر تمام بزرگان مادران نشستگی بودن. هم تو برآمدم قریب تمام شوی سرودم بود که سرود فونوگرام خاموش شد. بسیار خوب بود که میکروفونی من گریان بود، من توانستم که باز با صدای زنده دوامش رو برم، لیکن همون هیجان داخلی خیلی بود. باور کنید در درون اول شرم میشود و یک حالتی میشود که البته یگان سراینده نمیخواد این حالت رو در حیاتش، ولی چون این حالت ها میشد البته تکنیک است، هیچ افته نمیشود. آیا شده است در حالتی که در وقتی صحنه در کنسرت در روی صحنه یگان مخلص کنسرت رو ویران کرده باشد؟ نه چون نمیدم یگان بار نه البته و دعا میکنیم که نشود. توی ها این یک در توی ها بسیار میشه مسئله دیگر است. مگر دنیای من دنیای خم بود، مگر حرفی دلم بهر تو کم بود، بیده های ناسزا بار جوابم، تمامی کرده یا بهر تو کم بود، بیده های ناسزا بار جوابم، تمامی کرده یا بهر تو کم بود. باید برای خدا و من بگو بی وفا، باید برای خدا و من بگو بی وفا، بعدی 1001 شب چرا تو گشتی جدا، بعدی 1001 شب چرا تو گشتی جدا. مزه شو بو آلیدین. سرپرستی برنامه ماست مرکزی سودای سیاریان و مینداری خود را بیان میکنیم به طربخانه روشن شهر خوجند. مزه شو بو آلیدین. اینک دوستان عزیز، خوراک آماده کرده برادر ما رستم عظیمی هم آماده شد. نمود ظاهریش به نهایت خوب است، طعمی زیبا دارد، نمود ظاهریش هم زیباست و خود رستم جان من میچشم و از حقیقت من نترسیده خوبش من بها میدهم. به نهایت خوب آماده است، باورم کنید دوستان عزیز. شوربای خوجندی با لذت بوده است، خوش لذت بوده است و خوش آمدید به برنامه ما رستم جان. سلامت باشید. من سرول شما رو خوش آمدید میگم به شهر باستانی مهمان نواز خوجند. هر کی تماشابینان عزیزی که ما رو امروز تماشا کرده ایستادند، تمنای آن رو دارم که همیشه در خانه‌هایشان همیشه دسترخوانی پر باشد، همیشه خوراک‌های با لذت باشد. همیشه باوری دارم که از این برنامه ما یک کمی هم باشد فراغت خوب گرفتن، استراحت خوب گرفتن. آنانی که نبودن در شهر خوجند
دعوت میکنم عموما به شهر خوجند و ولایت سوق بیایید. انا خیلی خوراک‌های بولذت و خیلی یک حسیاتی نو رو با خود گرفته میبرید. شما نیز خوش آمدید. برید سلامت باشید. امیدوارم که شما هم به شهر باستانی خوجند نظر میکنید و از مهمان نوازی مردم سربلند تاجیکستان ولایت سوق از شهر خوجند بهره ور میشوید و حلاوت خود را میبرید. باقی در امان خدا باشید. سلامت باشید. مزه شو بو آلیدین.